دانشجویان عزیز، درس امروزی ما متد حاصل‌زا. طور شما آگاه هستید درس گذشته ما اینتروال های باورناک را برای انتظارات متمرکز نامعلوم هنگام معلوم بودن تمایل میانه کواdraتی سخن رانده بودیم. این اینتروال چنین حاصل شدگی بود. اینجا x ای میانه انتخاب، سیگما تمایل میانه کواdraتی، n حجم انتخاب، t پارامتری می باشد که از برابری 2ft برابر گاما یافته می شود. اینجا گاما مستحکمی می باشد. امروزه درسی ما باشد طوری من گفتم متد حاصل‌زا است. متد حاصل‌زا برای حساب کردن میانه انتخاب و دیسپرسی انتخاب استفاده کرده می شود. میانه انتخاب از فرمولای از همین فرمولی ساکر می شود. M1 ستاره این مومنتی شرطی ترتیب یکم که از برابری حساب کرده می شود. او اینجا وریانت شرطی است. وریانت شرطی برای اینکه از عددهای کلان به عددهای خود گذاریم. دیسپرسی انتخاب باشد. از فرمولای m2 ستاره مینوس m1 ستاره در کوادرات ضرب h کوادرات حساب کرده می شود که در اینجا m2 ستاره این مومنتی شرطی ترتیب دوم از برابری ای کوادرات حساب کنید. اینجا ای از یک تا ال جو هم ای از یک تا ال. برای تطبیق متد حاصل‌زا چنین جدولی حسابی یا رسون ترتیب داده می شود. در ستون یکم وریانت ها جایگیر کرده می شوند. در ستون دیوم موافقاً زودی های آنها در ستون سیوم با از وریانت های داداشته با وریانت های شرطی بگذارید. از برابری او ای برابر x ای مینوس c تقسیم h حساب کرده می شود که در اینجا c با نام نولی دروغ است. h باشد قدم های وریانت ها. اینجا معاین میکنیم آسان هم فرض میکنیم که کلانترین زودی اینجا است. فرض میکنیم nc مقابل آن نول گذاشته می شود. باید پای در پای از بالا به مینوس یک مینوس دو بعد پایان یک دو با گذار فرارده می شود. در ستون چهارم ای ضرب او ای بعدتر ستون پنجم ای او ای کوادرات برای چی؟ من بینید نه ای او ای در کار برای مومنت شرطی ترتیب یکم حساب کردم. ای او ای کوادرات برای مومنت شرطی ترتیب دوم حساب کردم. بعد در ششم ستون برای نظارت ای او ای پلوس یک در کوادرات حساب کرده می شود. چرا؟ برای اینکه ما باوری حاصل کنیم که همین حسابات درست کرده شدن از چنین عینیت استفاده میبرند. سوما ای او ای
درجه NI UI plus ya در kvadrat این از طرف چپ برابر شدنش نکن عینیتا و سوما NI UI kvadrat و سوما I از یک تا N است معلوم پلوس دو سوما NI UI و پلوس N و طرف راست و طرف چپ برابر شود اگر برابر شود ما با خلاصه میگوییم که این جدول حسابی یا ریاضیون درست ترتیب داده شده است. اون از همینجا با آسانی میانه انتخاب دیسپرسی انتخاب یافته می شود. باید قید کرد که خود میانه انتخاب به متد حاصل ضرب هم حساب کردن ممکن لیکن دیسپرسی انتخاب علاقه ما مجبوریم که این متد استفاده بریم. غیر از متد حاصل ضرب با دیگر متد موجودن برای حساب کردن میانه انتخاب و دیسپرسی انتخاب که یکی از آنها مثلا متد سوما می باشد که ما در درس‌های آینده گفتنمون ممکن است. خب دانشجویان عزیز بگذار تقسیماتی واریانت‌ها با موافقتن زودی‌هایش داده شده است. وظیفه از آن عبارت است که با استفاده از متد حاصل ضرب میانه انتخاب و دیسپرسی انتخاب حساب کرده شود. خب باید قطع کرد که طور از مثال‌های دیده شده شما با خلاصه آمدید باز در درس‌های آینده یکچند مثال‌های به همین مانند حل کرده می شود و متد دیگر که هم برای میانه انتخاب و دیسپرسی انتخاب ضرور است ما گفته میگذاریم این متد سوم می باشد.